الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میخواستم امروز یک موضوع مهمی را بیان بکنم که اهل بدعت طعن میزنند اهل سنت را، طالب علم اهل سنت را، که گویا ما یک انسانی که از اسلام خارج می شود تکفیرش میکنیم، خون و مال آن را حلال میدونیم و این سخن اینها یک تهمت، یک بهتان بزرگ است در حق طالب علمای اهل سنت. و ما در ضبط‌های پیشم گفته بودیم که یک سخن ما را، یک ضبط ما را بیارین که ما گفته باشیم اگر کسی را ما تکفیر کردیم خون و مالش حلال میدونیم. قسم به الله این تهمت است در حق ما، در حق طالب علمای اهل سنت. این تهمت است و یک بهتان بزرگ است. بله، هر کسی که از اسلام خارج شد، هر کسی که شرک کرد، در نزد ما، یعنی در نزد همه مسلمان ها، این مشرک و کافر هست. اما مسئله کشتن وی و گرفتن مال وی در دست ما نیست. چگونه که ما ان شاء الله بیان میکنیم که این در دست مسلمان های عادی نیست یا در دست طالب علم نیست این کار، بلکه قاضی شرعی باید باشد. در یک جایی که حکم الله و رسولش باشد، قاضی شرعی باشد. هر وقت یک انسان از اسلام خارج شد، نزد قاضی برده می شود و قاضی حکمش میکند، بار دیگر حکمش میکند، دعوتش میکند به سوی توبه کردن. اگر توبه نکرد این حکم را قاضی شرعی میبرد و همین است عقیده ما. و ما بارها گفتیم که یک ضبط ما را بیارین که ما همین گونه مردم را حکم کرده باشیم. و ما بارها میگوییم که این در حق ما یک بهتان هست، در حق ما یک تهمت است. ان شاء الله مختصر بیان میکنیم. در کتاب مصنف ابن ابو شیبه در جلد 6 صفحه 430 ذکر می شود که الدم یقضی فیه الامراء، یعنی خون، در خون قضاوت میکنند امیرها. حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد قال قال سليمان أما الدم فيقضي فيه العمر. سلیمان چی گفت؟ اما خون قضاوت میکند عمر. اما در مسئله خون عمر قضاوت میکند. حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك ابن ميسرة عن نزال عن سبرة قال كتب عمر، يعني سبرة چی گفت؟ سبرة قال كتب عمر نوشت الى امراء الاجناد، یعنی عمر رضی الله عنه برای همون امیرهایی که در راه الله جنگ میکردن نوشت به طرف آنها الا تقتل نفس بدونی، یک انسان رو نکشین چی؟ به اذن من. یعنی کسانی که بعد از جنگ می شود حکم رو در دست من گذارین، حکم کشتنش رو. چی گفت؟ الا تقتل نفس دونی، یگان نفس رو نکشین به اذن من. حدثنا ابو بكر قال حدثنا حفص عن اشعث عن ابن سیرین قال، یعنی ابن سیرین رحمه الله چی گفت؟ کان لا یقضی فی دم دون امیر المؤمنین، یعنی قضاوت نمی کردن در خون غیر از امیر مؤمنین. سبحان الله، یعنی هر یک کسی را که میخواستن بکشن امیر المؤمنین حکم میکرد. و همین است عقیده ما. یک انسان وقتی کفر و شرک کرد ما اسم رو میتیمش، میگه مشرک شد، اما حکم کردن برای وی، یعنی کشتن وی، مالش رو گرفتن، این در دست ما نیست. ما بارها تحدی کردیم، بارها گفتیم که یک سخن ما رو بیارین، یک سخن ما رو بیارین که همین گونه ما حکم کرده باشیم. و این رو باید اینها بدانند که در نزد الله اینها با این سخنهای بهتانشان، با این تهمتهاشان جواب میگویند. سبحان الله.
عقیده ما همین است. ابن سیرین چی گفت؟ کان لا یقضی فی دم دون امیر المؤمنین، یعنی قضاوت نمیکردن در خون غیر از امیر المؤمنین. بعدا حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها. یعنی ابن عمر رضی الله عنهما گفتند که جاریه حفصه یعنی همون غلام حفصه را سحر کرد و سحرش را یافتند و وجدوا سحرش را یافتند. فاعترفت به، همین زنکی که همین جاریه همین غلام زنک اعتراف کرد که بله من سحرش کردم. فامرت عبدالرحمن ابن زید فقتلها، عبدالرحمن ابن زید امر کرد کشتن این زن را. فبلغ ذلك عثمان فانکره واشتد علیه، همین سخن با عثمان رضی الله عنه رسید و عثمان این سخن رو سخت گرفت، این کاری کردگیش رو سخت گرفت. یعنی واشتد علیه، یعنی همین کاری کردن غضب کرد در همین کارشون. فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرت واعترفت به ووجدوا سحرها. یعنی ابن عمر نزد عثمان رضی الله عنهما آمد، گفت که این زن اعتراف کرد و سحرش رو یافتیم و برای همین حکمش کردیم به کشتن. فكأنها عثمان انما انكر ذلك لانها قتلت بغیر اذنه. یعنی صاحب کتاب چی میگوید؟ برای چی میگه عثمان این کار رو سخت انکار کرد، همین کاری کرده اینها رو سخت انکار کرد؟ برای اینکه میگه بغیر اذن عثمان این کار رو کردن اینها، یعنی این حکم رو برآوردن. اگرچه عثمان نزد عثمان میآوردن، عثمان همین حکم رو میبرآورد، اما بغیر اذن، بغیر اجازت عثمان این حکم را برآوردن، برای همین غضب کرد عثمان رضی الله عنه. اما سخن دیگر را بیان میکنیم و دیگر قولها را بیان میکنیم که کسی که از اسلام خارج شد دعوت کرده می شود به سوی توبه. در همین کتاب در جلد 6 صفحه 585 قولها اولا زیاد هستیم و مختصر بیان کردیم که ذکر میکند حدثنا ابو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن شعبي قال علي رضي الله عنه فرمودن يستتاب المرتد ثلاثا فإن عاد يقتل. یعنی مرتد 3 روز طلب توبه کرده می شود، یعنی نزد قاضی شرعی میبرند، قاضی شرعی حکم را میگذارد، میگوید که توبه بکن، 3 روز وقتش میدهند. و همچنان قول عمر هست همین گونه که میگوید حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر يقول ابن عمر گفتن يستتاب المرء مرتد ثلاثا فإن تاب ترك وإن أبى قتل. ابن عمر چی گفت؟ یعنی مرتد طلب توبه کردن می شود، یعنی قاضی شرعی حکمش میکند که توبه بکن، دعوتش میکند. اگر فإن تاب ترك، اگر توبه کرد ترک کرده میشد. و این ابا قتل، اگر سرکشی کرد یعنی قبول نکرد، ابا یعنی رو گردان، کشته میشود. و یک قول دیگه در پایان میخونیم حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن بكر عن ابن جريج قال عطاء رحمه الله گفتن که فی الانسان یکفر بعد اسلامه. یعنی عطا چی میگه؟ انسانی که کافر میشود بعد از اسلامش، یدعى الى الاسلام فان ابى قتل، یدعى الى الاسلام فان ابى قتل. الله اکبر. عطا میگوید که شخصی که از اسلام خارج می شود دعوت کرده می شود به سوی اسلام، اگر توبه کرد بعد کشته می شود. یعنی در نزد کی برده می شود؟ نزد قاضی شرعی، چگونه که قولا را در اول گرفتیم، نزد قاضی برده می شود. یک انسان
یک کس را دید که یک فعل شرکی را میکند یا اینکه یک سخن شرکی را گفت، نزد قاضی برده می شود و قاضی این حکم را میبرد. قاضی این حکم را میبرد و ایلو اگر کشتن در دست هر یک انسان باشد، در زمین دیگر راه گشته نمی شود. هر یک از کسی بخواد دیگر کس را حکم به کفر میکند و یعنی چیکار میکند؟ گردنش را میزند. اعوذ بالله. کسی این گونه سخن را میبرد، کسی این گونه سخن ها را فتوا میدهد، این جاهل هست، این گمراه است که برای مردم عام، برای مردم عادی، برای هر یک طالب علم حق دارند که خون و مال مردم را حلال بگردونند. اعوذ بالله. خیلی که ما قول حضرت عمر رو، قول سلف صالح رو، قول صحابه رو بیان کردیم که کشتن این در دست امیر هست. عطا چی گفت؟ قال عطاء فی الانسان، انسانی که یک فر بعد اسلامی کافر میشه، بعد از اسلامش یدعى الى الاسلام، دعوت کرده میشود به سوی اسلام. فان ابى قتل، اگر سرکشی کرد کشته میشود. و بعدا حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده است که از ابن عباس، حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن عیینة عن ایوب عن عکرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من بدل دینه فاقتلوه، کسی که دینش رو تبدیل کرد کشته می شود، بکشینش. ما برای این گونه اهل باطل خطاب میکنیم که روین همین حدیث رو نظر کنین. من بدل دینه فاقتلوه یعنی کی؟ رسول الله گفت که کسی که دینش رو تبدیل میکند، کسی از اسلام خارج شد، بکشینش. یعنی همین کشتن در دست کی است؟ روین شرح حدیث ها رو نظر کنین شما. ای کسانی که با این سخنهای باطلتان میخواهین مذهب ها و حزب های باطلتان پیش برین، قسم به الله این شما رو یاردم نمیکند. بله امروز شما در نزد مردم یک کمتر آبرو میبردارین به این تهمتاتون، اما روز قیامت آمدنی است و در نزد الله هر یکی شما جواب میگوین. تهمت کردن عالم ها و طالب علم اهل سنت رو، این سخن های شما تهمت به طالب علم های به عالم ها هست اول، که این طالب علم ها در نزد عالم های اهل سنت علم گرفتگی هستند. و من باری دیگر میگم یک سخن ما رو بیارین، یک سخن ما رو صوتی ما رو، برای سخن نوشته میتونین از نام صدها آدم نوشته، یک صوتی که واضح باشد، صوتی ما باشد، یکی از طالب علمای اهل سنت همین حکم را برآورده باشد. طالب علمای اهل سنت مانند شیخ ابو محمد مدنی، مانند شیخ ابو حلیمه، ابو عبدالرحمن و شیخ حنیف و خود من ابو عمر، یک از همین سخنهای ما را بیارین که ما همین گونه حکم کرده باشیم برای مردم. و همچنان یک قول دیگر از مذهب حنفی ذکر کنیم که یقول الکسانی الحنفی رحمه الله فی شروط اقامت الحد، یعنی همین یکی از علم های حنفی در کتاب بدائع الصنائع جلد 7 صفحه 57 ذکر میکند که شرط هایی که کی حق دارد برای اقامه حد کردن، یعنی کی حق دارد یک انسان را حکم خون و مال اون را برورد. ای یکون المقیم للحد هو الامام او من ولاه الامام، انتهى. یعنی چی میگوید؟ یعنی کی مستحق حکم حد برآوردن هست. یکم اینکه امام باشد و دوم اینکه یعنی اگر امام جانشین خود را گذاشته باشد، یعنی امام یک کس را برای همین حدهای یعنی حکم حد گذاشتن میگذارد و این را برای مردم خبر میدهد، یعنی قاضی شرعی. امام کلانتر مسلمان ها قاضی را امر میکند که از جای من، در جای من شما حکم برآورید. بعدا آخران شبهه اینها را ما جواب میگوییم که اینها یک شبهه دیگه دارن، شما علم کافی ندارین، مردم را تکفیر میکنین. روین نظر کنین عالم های حاضر را، اگه ما از بالا با جستجو نمیکنیم، از بالا
равона мекунем қавлҳоро ва охирон сухани мо ҳамин аст ки чӣ гунае ки ин гуна инсонҳо рад мекунанд, яъне шубҳа медиҳанд, мегӯянд ки такфир ин хости олимо астай, на хости толибилмо ва инсонҳои беилм. аввалан ки ҳар як инсоне тавҳидро омӯхт, ин инсон инсони илмдор ҳаст. маънои ла илаҳаиллаллоҳро омӯхт ва зидашро донист, фаҳмид, куфр битоғут, инҳоро вақте ки таълим гирифт, омӯхт, алака инсони илм дорад. қавли ибни Бозро мо баён мекунем, иншааллоҳ фикр мекунем ки кифоят мекунад ва ҳамчунон агар касоне ки ҳамин суханҳоро бигӯянд, иншааллоҳ дигар бародарҳо метавонанд ки сухани ибни Бозро зидчун ҳуҷҷат биёранд ки як аз олимҳои аҳли суннат ҳаст ва дигар қавлҳо зиёд ҳастанд аз дигар аҳли илм, аммо мухтасар мо мехостем қавли ибни Бозро баён бикунем. иқомату далил ҳазиҳи иқомату лҳуҷҷа. иқомаи далил ин иқомаи ҳуҷҷат ҳаст. куллу ала ҳасби ҳалиҳ, яъне ҳар як инсон ба ҳасби ҳолаш ҳукм карда метавонад. суол мекунад, лекин яҷибу ала алъами ан юкаффира ман қома фиҳи лкуфру, яъне воҷиб ҳаст мега. яъне суол мекунад, лекин яҷибу ала алъами ан юкаффира ман қома фиҳи лкуфру иза сабата алайҳи лкуфру каффара. яъне суол кардааст ки ба тарзи суолӣ овардагааст ки лекин воҷиб аст мега барои омӣ ан юкаффира ман қома фиҳи лкуфр, такфир бикунад дар касе ки куфр дида шавад. шайх дар ҷавоб чӣ мегӯяд? иза сабата алайҳи лкуфру каффара, яъне дар касе ки куфр собит шавад такфир мекунад. баъд инҷа як сухани дигар мегӯяд ки вал айш алманиъ, яъне мақсад аз монеъ чи аст? иза сабата индаҳу ма юҷибу куфраҳу каффараҳу, яъне барои касе ки мега собит шавад куфраш такфир карда мешавад. яъне монанди ки абу ҷаҳл ва аби толиб ва утба ибни рабиъа ва шайба ибни рабиъа аддалилу аннаҳум мату ала лкуфри қаталаҳум набию явма бадрин куффаран, яъне инҳо ба куфр гузаштанд ва расулаллоҳ рӯзи бадр инҳоро куффор кушт. баъдан юмнау ами мин такфири, бо суол меша, оё омиро, инсони беилмро маън карда мешавад барои такфир кардан? шайх чӣ мегӯяд? العامی لا یکفر الا بالدلیل. عامی تکفیر نمیکنند مگر با دلیل. العامی ما عنده علم، عامی میگه علم ندارد، مسکین است، لیکن اذا كان عنده علم بشیء معین، لیکن میگوید بله در اصل عامی علم کلان ندارد، اما اصل دین رو وقتی که دانست فهمید، شیخ چی میگوید؟ لیکن اذا كان عنده علم بشیء معین، لیکن در نزد انسان عامی یک علم به یک چیز معین داشته باشد، مثل چی؟ من جحد تحریم الزنا، کسی که انکار بکند حرام بودن زنا را، فهذا یکفر عند العامة و خاصه، یعنی این انسان کافر هست در نزد عام و خاص. هر یک مسلمان بقب بگو که یک انسان بگوید که عرق اعوذ بالله زنا یعنی چی است؟ حرام نیست، چی میگوید؟ کافر شدی میگه. بگو که یک انسان میگه عرق حرام نیست، هر یک مسلمان میگوید را که کافر شدی. آیا انسان عامی حق ندارد این را بگوید کافر شدی؟ همچنان یک انسانی که توحید را آموخته است، معنای لا اله الا الله را میداند، سوالش بکنی بگو آیا جایز است رفته از مرده ها طلب کردن؟ میگوید نه، این کار کفری و شرکی است، کسی این کار را بکند کافر و مشرک میشود. شیخ همین را میگوید. ما فيه شبهات، در این میگه شبهه نیست. لو قال واحد، یعنی یک کسی بگوید الزنا حلال کفر عند الجمیع، بگوید زنا حلال است کافر میشود در نزد همه، عند العامه و غیرهم، هذه ما يحتاج الى ادله، یعنی این سخن احتیاج به دلیل ندارد. برای این سخن ها در قرآن و سنت آمده است، چه که الله سبحانه و تعالی در قرآن هم ذکر میکند که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، یعنی هر یک انسان این رو میدوند که کسی به همراهی الله شرک ورزد مشرک میشود. مثلا شیعه ها میرن از حسین طلب میکنن. یک انسان بگوی که یک مسلمان بگوی که آیا جایز است رفتن از حسین طلب کردن، طلب رزق، طلب فرزند؟ میگن نه، این طلب رزق، طلب فرزند کردن از الله طلب کردن میشود. کسی این کار رو برای غیر الله کرد مشرک میشود.
برایم شیخ چی میگوید؟ یعنی این میگه احتیاج به دلیل ندارد. او قال ان الشرك جائز، یا اینکه بگوید شرک جایز هست. یجوز للناس ان يعبدوا غیر الله، یعنی بگوید که جایز هست برای مردم عبادت بکنه غیر الله را. او قال ان الشرك غیر الله احد یشک فی هذا، او یگان کس شک میکند در کفر این؟ نه، یگان کس شک نمیکند. یک انسان بگوید که این شرک جایز است و جایز است برای مردم عبادت کردن غیر الله، یگان کس شک نمیکند. ما يحتاج ادله. لو قال يجوز للناس ان يعبدوا الاصنام او يعبدوا النجوم او يعبدوا الجن کفر. یعنی کسی که این سخن رو بگوید که جایز هست برای مردم عبادت بکنن صنم ها رو و ستاره ها رو و جن ها رو، کافر هست. کافر است. این مختصر بود که شیخ بیان میکند که عامی حق دارد تکفیر کردن. بله، بعضی اهل بدعت پیش از اینها هم در این مسئله سخن کرده بودند که تکفیر خاص عالما هستی. قسم به الله این سخن بهتان و تهمت است. هر یک انسان علمدار، هر یک انسانی که یک شرک و کفر دانست، دید که یک انسان شرک کرد، کفر کرد، تکفیرش میکند. و ما بارها گفتیم که تکفیر کرد این دلالت نمیکند که خون و مال اون برای انسان حلال است. نه، خون و مال وی برای انسانی که یک کس را تکفیر کرد حلال نیست، بلکه خون و مال در نزد قاضی شرعی برده می شود. این حکم را قاضی شرعی می برد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.